سلام. از بس که در آستانه عید قربان هستیم، امروز در آزادی آنلاین درباره دسترخوان عید صحبت میکنیم و درباره خانه خصوصی که اکثریت ما و شما آرزوی آن را داریم. همچنین درباره نوبت‌های دراز در شفاخانه‌ها برای معلومات طبی که حالا به هزاران نفر لازم شده است. این جایها کجاست و این مردم برای چی جمع آمدن؟ منتظر باشید تا کمتر از 2 دقیقه دیگر نشان میدیم. و حالا هشدار مقامات که گفتن اگر دسترخوان عیدانتان با دبدبه باشد جریمه میشود. بحث درباره عید قربان و به خصوص نرخ‌ها را داغ کرد. کاربر با نام اسفره حقیقت گفته است اول همان حکومتداران باید درک کنند که مردم نان خوردنی دارند یا نه. حکومتداران فکر میکنند که مردم هم مثل آنها خانه و دسترخوان دارد، گفته است این کاربر و افسوده است مگر در تاجیکستان دیگر مشکل گلوبالی نیست که به دسترخوان مردم میرسند. کاربر با نام سلیموف در وبسایت ما نوشته است برای چی فقط جبر به مردم بیچاره است؟ چرا خدمات ضد انحصاری نرخ‌ها را نظارت نمی‌کند؟ در روسیه اگر بینیم در عید مسلمانان نرخ‌ها را ارزان می‌کنند، ما مسلمانان فقط قیمت کرده می‌توانیم. حسن پولادوف در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نوشته است که همه چی را نظارت می‌کنند اما قیمت مواد غذایی را نه. او میگوید برای چی نظارت از بالای دسترخوان بوده است اما از بالای نرخ بازار یگان خیل نظارت نیست. بحث خانه و خانه‌سازی که هیچگاه در تاجیکستان خاموش نمی شود، این دفعه در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام زیاد بود و بعد از گزارش درباره دعوای یک خانواده با شرکت خانه‌سازی. مرا از خانه میرانند. کجا روم؟ من از هیچ چیز نمیخواهم. حق قانونی خود را میخواهم. با موافقه نرسیدن صاحب خانه کهنه و خانه‌ساز کاربران را به 2 طرف کشیده است. کاربر با نام ابو هریره گفته است که عزیزه حق دعوا دارد زیرا صاحبکار پیش از خانه‌اش را ویران کردن باید ساکنان بنا را رضا و قانع کند. صاحب خانه چقدر که خواهد خانه‌اش را نرخ میگذارد چون مالکیت از اوست. نظام 3773 در پاسخ گفته است که صاحبان خانه ها میخوان پول کلان بگیرند ولی فکر نمیکنند که خانه سازها خراجاتی دارند که از خانه سازی هم پشیمان شدند ولی راهی برگشت به قفا ندارند. عظمت یوسفی نوشته است که مثل همین یکدیگر ما را فریب داده میگردیم و بعد گله میکنیم که پیشرفت نداریم. اگر به عظمت و دیگران جواب دادنی هستید مرحمت به صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام. در واقع ویدیویی را که حالا میبینیم محض از طریق اینستاگرام به رادیو آزادی فرستادند. این ویدیو را از اسفره فرستادند و گفتند که مردم در اینجا 2 روز است برای معاینه طبی نوبت میپایند. و ویدیویی که حالا میبینیم از شهر سنت پتربورگ فرستادند و از ساختمانی که آنجا تاجیکان و ازبکان و داغستانی ها کار میکنند. یکم بار میبینیم که در استرویکا افتخارنامه بودن. من 11 سال در مکتب خوندم افتخارنامه نگرفتم، اینجا ده افتخارنامه دادستم. این مورد پولم آبتیم بس بیزار من افتخارنامه شد. شما هم ویدیو و خبرهایتان را به ما بفرستید به شماره‌ای که می‌بینید و به هر وسیله‌ای که می‌خواهید. واتساپ و وایبر و تلگرام و ایمو داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.